خیلی خسته شدم. کانتر اینجا نشسته کتابخانه. او این کلچقندی نو خریده من است کو. توبه، آدم اینقدر هم بیرون شده است. اقلا میپرسید ما هم نمیگفتیم میدادیم. باز خوردنش رو بین. بوده است در این دنیا این خیلی آدم هم. نه انصاف مانده است و نه آدمگری. توبه توبه. این رو بین. باز کلچقندی خودم رو باز با من میدهد. تماما این آدم به فکرم وجدان نداشته است. خیر هیچ گپ نه. یک کلچقند بوده است نه. آهسته آهسته به طرف خانه روم. او این پسر آبش رو هم فراموش کرده است کن. او این کلچقندی من در اینجا بوده است کو. خیلی خوب شد که در رویش نگفتم، وگرنه خیلی شرمنده می شدم. خوب شد که در رویش نگفتم. این آبش رو هم گیرم، شاید به کسی دیگر لازم می شود. این کلچقند فکر میکنم که در حال حاضر از من دیده این شخص به این کلچقند آب نیاز دارد. خیر هم کاری ثواب است. خوب بهترش همین است. مقصد از این نوار در چیست؟ مقصد از این نوار در آن است که ما به این خیل حادثه ها بسیار هم وامی خوریم. یعنی یک شخص را ناشناخته که اون کی است، از کجا است، چیکار است، زود بها میدهیم. با یک خطاگی او زود میگوییم که او خطاکار است، یا اینکه با یک کاری خوبش او را آدم خیلی مهربان میحسابیم، حالان که ما نمیدونیم او کی است، از کجا است و چیکار است. به مثل این شخص که ندانسته کلچقند خودش در زیر جزدانش است، زود شخصی در برش بوده را گناهگار میکند. نمیداند که زیر کاسه نیم کاسه است و نمیخواهد که ببیند آیا باوری حاصل کند که کلچقندی که این شخص خورده ایستاده است از خودش است یا از آن این شخص. پس باید پیش از بها دادن شخص ما باید ته آن قضیه را بینیم و آن شخص را خوب شناسیم. اگر خواهید چنین ویدیوها در شبکه ما بسیارتر به نوار گرفته شود، پس به ویدیو لایک گذارید، به شبکه ما ابونه شوید و ویدیو را به دیگر دوستانتان به طریق سامانه های اجتماعی بفرستید.